من مجاهد حقم، مرد سنگر آرایم، مؤمن خدا جویم، دشمن تعدایم. من در یک جمله کوتاه در اینجا بگم به همه ای کسانی که در پی ساکت کردن صدای وصال حق هستند، چه در ایران چه در تاجیکستان و در هر جای دنیا، والله، قسم به الله یکتا، کشته شدن در راه الله سبحانه و تعالی بزرگترین آرزوی ماست. آتیا مبارزم، یار دین و دنیایم، شیر روز پیکارم، جنت است تمنایم. بزرگترین آرزوی ما این است که در راه الله سبحانه و تعالی، در راه دینش، در راه دفاع از مسلمانان و مظلومان، در راه دفاع از محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت و اصحابش، در راه خدا خون ما ریخته بشه. این بزرگترین آرزوی ماست. تو سپاه او از چنین کسان ترسند، قلب دشمنان دایم از وجودمان لرزد. ما را از چی میخواید بترسانید؟ از کشته شدن. ما رو با چی میخواید تطمیع کنید؟ با مال، با منصب. کسی که بزرگترین آرزویش شهادت در راه دین باشه، از هیچ تهدید شما نخواهد ترسید. کاخ ظلمشان زود است، زلزله در آن افتد، صبر کن سلحشورا، عاقبت زما گردد.